در گمنازه رقمی که شهر خوجند جنبست 6 ماهه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر خوجند دایر گردید. در آن رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده، معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی، نماینده وزارت تندرستی و نمایندگان کارخانه‌های 3 ساله شرکت داشتند. گفته شد که از طرف 17 کارخانه‌های صنعتی شهر خوجند با مبلغ 125.7 میلیون سومانی محصولات به دولت‌های خارجی کشور صادرات کرده شده. حصه آن در مجموع محصولات صنعتی 22.8% را تشکیل می‌دهد. اینچنین از جانب شخصیت کارخانه کرد کلام محصولات‌های ایوازکننده واردات با مبلغ 202.7 میلیون سومانی استحصال گردید که نسبت به همین دوره سال پیشگشته 53.4 میلیون سومانی یا 35.7% زیاد میباشد. در کارخانه شهر حجم 36 نمود محصولات نسبت به همین دوره سال 2019 زیاد از 100% تامین کرده شده است. در دوره پنجشنبه بیماری نوی کرونا ویروس برای تامینات اهالی و مؤسسه‌های تندرستی با نقاب‌های طبی از جانب 13 کارخانه‌های صنعتی 4.2 میلیون دانه نقاب استحصال گردیده است. مبلغ استحصال این محصولات‌ها 38,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. جمعیت دارای محصولاتش محدود جوانی، نساج خوجند، سنا عالمخانی خوجند، سردریا، چای شفا و غیره کارخانه‌هایی میباشند که سهم خویش را در استحصال نقاب، موادهای آنتیسپتیک و لباس‌های طبی گذاشتند. تا دوره استحصال موادهای ضد ویروسی کووید 19 قبلا این محصولات از کشورهای خارجی وارد می‌گردید. در جنبست 6 ماهه ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر خوجند از مشکلات ساحه‌های ذکر گردیده حرف زده شد. گفته شد که در این دوره 27 عدد یا خود 16.4% کارخانه‌های 3 ساله شهر فعالیت نکردند. در جنبست 6 ماهه سال روان معین گردید که از مقدار عمومی کارخانه‌ها 83 عدد یا خود 50.3% نسبت به همین دوره سال سپری گشته محصولات کم استحصال کردند که حجم آن 24.2 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. صورت افزایش حجم استحصال محصولات در این دوره نسبت به نشاندهنده‌های 3 ماه اول 12.4% کم شده. حجم بازیات تامین شده آن نیز از 17.5 میلیون سومانی تا به 33.7 میلیون سومانی تمایل پس می‌یابد. برای تطبیق صنعت‌کننی کشور و بلند برداشتن صورت افزایش و حجم و زیاد نمودن اقتدار سایه مذکور ما را ضرور است که با استفاده از تمام امکانات‌های موجوده ذخیره نیروی انسانی و مادی چاره‌های هم‌طرفی سودمند شد. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده ضمن جنبست 6 ماهه گفت که از 173 کارخانه‌های صنعتی 83 کارخانه فعالیت نبرده نسبت به همین دوره سال گذشته کم محصولات استحصال نمودند. از این لحاظ با مبلغ 22 میلیون سومانی محصولات کم استحصال شده است. معروف محمدزاده به فعالیت شرکت یخموس سیسه نگرانی نموده گفت که نسبت به همین دوره سال گذشته 619,000 سومانی و خود 20% محصولات کم استحصال شده است. انور یعقوبی، معاون رئیس ولایت، به فعالیت تمام کارخانه‌های ایراد گرفته اظهار داشت که استحصال واقعی کارخانه ها رو پاندمی کرونا ویروس روشن نمود. پاندمی همش روی اوپر برو شهر نرم میری کارخانه شهر بجا از ماچور یک 4 تن 5 تن شد از خرابات میگیرن عجب رسوز میگیرن همه جا پستای ضد اپیدمیولوژی موندیم همش کتاب روی اوپر برو روزی دارم میتونم رسیدن رو جنبست بسیار شده. این هیچی نیست. این نشان دهنده تو هیچی نیست. درست کار بود. مراتوری هم تمام میشه. بعدی وقت سونی سر قبض نمیاد. این نصیحت شما. من مکتوبایی که آبایی نمون دادی، کمیته اندازی یا سندازی میلیارد همشه جابجا کنید. همشه حساب میشه. استعمال کم شدگیش نه. استعمال شهر همون شماری اهالی همه شماره همه رفتی کار همه رفت استعمال همه رفته شده است. افسوس که ثبات سال گذشته خیلی 200 میلیون ما ثبات داده که حساب امسال کار انفرادی دیگر این سال هم بگیم من 308 میلیون کم. نه صاحب کار انفرادی باید با صنعت خودروباری حجم استحصال سال گذشته 246 میلیون. این سال 179 میلیون. حالا 6 میلیونش نیست. من حساب کنم براندم محصولات نو من نونی محصولات نونی در یک کسب من چقدر من دیگه زربایلسی حکومت گفتم یک کسب همگی نو گیرن یک سوت که نون رسوم باز برای معلومات آماری که شما ثبات قبول کردید نو گیرن حالا که در وقتی لکادی نمیگیرن 200 گرم به کاربی 400 گرم کارگر رو نام میدادن میار کردید
امروز با خرید 100 کیلو نام استعمال میکنند در کلاس. از اجرا نشدن حجم استحصال محصولات صنعتی رئیس شهر قناعتمند نموده تاکید داشت که کارخانه‌های صنعتی از حساب دیگر نشان دهنده‌های تحقیقات 94.2% استحصال محصولات صنعتی را اجرا نمودند. رئیس شهر افزود که باید کارخانه‌های صنعتی سال روان 3% زیادتر نسبت به سال گذشته محصولات استحصال می‌نمودند. تومان پهن نمودن ویروس کووید 19 به فعالیت کارخانه‌های صنعتی تاثیر خود را گذاشت.